سلام و درود به تمام رکبای نماموزان عزیز و به تمام وطندارای عزیز، به تمام دوستای عزیز. خدا کنه که خوب و خوش سالم و تندرست باشید و یک زمستان شاد و خرم پیش رو داشته باشید. ما بازم با شما هستم 10 تا سوال دیگر از سوالای سخت و تکنیکی میخوایم کار کنم که بریم انشالله که با هم آسان کنیم. Sie wollen an Ihren Pkw einen einachsigen Wohnwagen anhängen. Was müssen Sie prüfen? شما میخوایم به پیکاوی خو یا به ماشین خو، پیکاوی برای تمام ماشینای خرد میگه که شما میخوایم به ماشین خو یک انهنگه تکمیور حمل کنید، چی چیزی باید چک کنید؟ Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen. اضافی موتر ما آیا نیاز به آینه های پشتی اضافی داریم یا نه؟ Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird. ای که اندازه مجاز انهنگلست و اندازه مجاز شتوتسلست، یعنی که هم اندازه مجاز ماشین هم اندازه مجاز خود انهنگه تجاوز نکنه. Ob der Wohnwagen für die Beförderung von Personen zugelassen ist. ای که ما به اون انهنگه چکار کنیم؟ کسر بشانیم برای حمل نفر، مثلا برای انتقال کسی. تمام جواب ها رو گوش بدین دوستان و خوب با دقت ببینید که کدوم جواب درسته. لغت بگم وونواگن، یعنی مثل ماشینایی که برای سفر استفاده میشه، مثل خانه هست. پروفین چک کنیم. جواب ما هست گزینه اول و دوم. genau. Was müssen Sie beim Betrieb von Fahrzeugen hinsichtlich der Fahrzeughöhe beachten? به چی چیزی ما باید به ارتفاع بار خود توجه کنیم؟ به اختن توجه کنید. فرسوگ هوه یعنی بلندی ارتفاع ماشین. فرسویگن ماشین ها موسین باید. جوابا Ich muss die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten. ما باید به ممنوعیت حقیقی بلندی بار یا ارتفاع بار توجه کنم. هوه بلندی یا ارتفاع میگه tatsächlich یعنی حقیقت واقعی، فربوت ممنوع. به اختن توجه کنید. Ich muss mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die über den Fahrzeugumriss hinausragt. ما باید به بلندی واقعی کنم، بلندی واقعی بار. Ich muss mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren. ما باید خود چکار کنم درباره ارتفاع واقعی حقیقی ماشین معلومات بگیرم، خود آگاه کنم. به کدوم جواب موافق هستین؟ جواب ما هست alle دقیق. genau. لغات تک تک گفتم. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wie können Sie dabei die Umwelt schonen? شما باید که به ایستگاه قطار بایستیم. چی کنیم برای زیبایی محیط زیست؟ Durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik. منظور از جواب اول استارت و حرکت خودکار، یعنی همون ماشین اتومات، گیر اتومات میشه. پس جواب ما هست گزینه اول. genau. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben? شما خیلی زمان زیادیه که چند ساعت مثلا که شما رانندگی کردید با سرعت خیلی زیاد، حالا میتونه چه خطراتی داشته باشه؟ Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. احساس سرعت از بین میره. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. یعنی که تمرکز ما خوب نمیشه، بد میشه. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. میگه که
احساس سرعت به پیچ ها چقدر میشه زیادتر میشه، افزایش پیدا میکنه. کدوم گزینه به نظر شما درسته؟ منظور از ویکست یعنی افزایش یافتن، زیاد شدن. منظور از نمت ابد یعنی کم شدن. منظور از لست نخت همچنان یعنی کم شدن، از دست دادن. و آوزویرکونگ این میتونه بگه چی علایمی داره، چه خطراتی داره. و دیگه چیز جدید نیست که بگم. گیفول یعنی احساس ما میگه. und جواب ما هست گزینه اول و دوم. genau. Sie möchten nach links abbiegen. Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? شما میخواییم به چپ بپیچیم. چی وقت باید به ترافیک دنبال خود توجه کنیم؟ Vor dem Einordnen. پیش از تنظیم کردن یا برابر کردن خود. Vor dem Abbiegen. پیش از پیچیدن. Nach dem Abbiegen. بعد از پیچیدن. جوابش هست گزینه اول و دوم. genau. einordnen به معنی این که ما مثلا خط خود عوض میکنیم، دوباره خود مرجع کنیم، پس بر راه خود راسته کنیم، سرعت خود برابر کنیم، بزن میگن einordnen، تنظیم کردن. nachfolgende ترافیک پیش رو ما میگه، فرقی ترافیک میگه، abbiegen پیچیدن، مشتین میخواین und weiter. Worauf sollten Sie sich einstellen, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKWs Ladung befördern? چطور خودخور عیار میکنیم اگر که میخواستیم به داخل ماشین خوب بار انتقال بدیم؟ Der PKW kann einen erhöhten Kraftstoffverbrauch haben. منظور از گزینه اول امکان داره که ماشین ما مواد سوخت زیاد مصرف کنه. Der PKW kann sich in Kurven stärker zur Seite neigen. امکان داره که ماشین ما به کوره ها چیکار شه؟ خودخور به کنار کش کنه، به یک طرف کش کنه. Der PKW kann empfindlicher gegenüber Seitenwind reagieren. امکان داره که ماشین ما به طرف باد یا به سمت باد حساس تر بشه. einstellen یعنی خود چی رقم قرار میدین، وقوف روی چی چیزی، لادونگ باره میگه. و بعضی لغات ها به تنهایی خود معنی نداره که معنی کنم، باید خود جمله یاد بگیریم. ایهوتین یعنی بالا بردن، کرف فرشتوف ببغاوخ یعنی مواد سوخت مال میگه. شتک خیلی سخت، خیلی زیاد. کوروین پیچهار میگه. نایگن یعنی کشیدن، به کنار کشیدن. زیت نایگن بیا کنار میکشه. und جوابای ما هر سه تا درسته. genau und weiter. Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als 1 Meter über die Rückstrahler des Fahrzeugs hinausragt? پشت موتر نشانی میکنیم اگر که بیشتر از 1 متر بار بیرون زده باشه. Durch Einschalten der Nebelschlussleuchte. توسط چراغ‌های میشکن. Mit orangefarbener Warntafel. به اورانج یعنی به نشانه های نارنجی وانتفل خطر. اون تابلوهایی بود که ماشینای خطر نصب میکردن. Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler. به چراغ سرخ و چراغ‌های شبینی است که به پشت موتر هست. ما بار ماشین خود اگر از 1 متر بیشتر به پشت ماشین بود به چراغ میشکن هم نشان نمی کنیم و به ورنتافل هم یا همون تابلوی خطر هم نشان نمی کنیم. genau. Was unterscheidet reine Elektrofahrzeuge von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? چی تفاوتی داره ماشین سوخت با ماشین برقی؟ Reine Elektrofahrzeuge haben einen geringeren Luftwiderstand. ماشینای برقی کمتر مثلا چی رقم؟ مثلا ما که رانندگی میکنیم در مقابل بادها میگه ماشینای برقی کمتر اساسه که این گزینه کاملا غیر منطقیه. Reine Elektrofahrzeuge haben ein geringeres Motorgeräusch. ماشینهای غیر الکتروفرسوگه، ماشینهای خالص برقی کمتر سر و صدا دارن.
Reine Elektrofahrzeuge haben keinen direkten Schadstoffausstoß. میگه که ماشینای برقی یعنی ضایعات مستقیم ندارن که این دوتا میتونه کاملا درست باشه. گزینه اول کاملا غلطه دوستان. و بریم گزینه بعدی. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus? نشانه های یک راننده خوب چیست؟ Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen. او مثلا به معنی اگه بخوام تحت لفظی تر معنی کنم که متوجه بشید از این که او به جاده خود غالب میکنه، میتونم بگم که او خود از دیگر راننده بهتر میدانه. Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren. او پرهیز میکنه که به خستگی رانندگی کنه. Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern. او حساب میکنه روی فعلای خطای دیگران. و گزینه دوم مساومه کاملا درسته. گزینه اول کاملا غیر منطقیه که میگه یک راننده خوب خود از دیگران در جاده بهتر میدانه. به این معنی میشه. In welcher Situation kann ein aktiver Spurwechselassistent sinnvoll eingesetzt werden? میگه که سیستم هیشپو الت اسیستنس در چه صورتی درست کار میکنه. سیستم هیشپو الت اسیستنس یکی از سیستم های هوشمند ماشین هست. همیشه ماشین های مدل بالا داره و او در قسمت خط ها ما کمک میکنه. ما اگر از خط خوبی روشیم او به ما سیگنال میده، اگه به نافهمی یا به اشتباه از خط خوبی روشیم به ما سیگنال میده که ما از خط خوبی رو نشیم. ماشین های مدرن داره، ماشین های قدیمی نداره. از 2020 به بعد که ماشین داره به اون ماشین ها میتونه باشه. و بریم ببینیم که جواب ها چی گفته. Beim Überholen auf autobahnähnlichen Straßen. به جاده هایی که مثل اتوبانه. Beim Überholen auf Straßen ohne Markierung. به جاده بدون خطکشی. Beim Überholen auf Autobahnen. به اوبرولینگ کردن یا سبقت گرفتن به اتوبان. خب گزینه اول به جلب کردن یا سبقت گرفتن به جاده هایی که مثل اتوبانه. به گزینه دوم به جاده هایی که بدون خطکشیه. گزینه سوم به اتوبان ها. پس ما قسمی که سیستم میشناسیم، خب این سیستم فقط به جاده های مثل اتوبان و خود اتوبان کار میکنه که نه، با خطکشی های خیلی درست. خب دوستای عزیز و نازنین، 10 تا سوال دیگر اینجا به پایان رسید و امیدوارم که خوب تونسته باشم شما عزیزان بفهمونم و متوجه بشید به کل نکات. باید که ما اینا در قالب یک جمله یاد بگیریم، ولی من لغات رو میبینیم که از آخر معنی میکنم. اول جمله رو معنی میکنم که اساسی و همون رقمه، باز لغات رو که لغاتی که قابل معنی هست به تنهایی او را معنی میکنم برای شما میشه. باز کوشش میکنم که در قالب فرصت ها من ویدیو بسازم از لغات خیلی مشکل. حتما دنبال کنید تا اونا رو یاد بگیرید برای ویدیو. روزگار شما خوش، یک زمستان خوب و خوش آرزو دارم برای شما. خدا نگهدار.